امروز میخوایم سری بزنیم به یکی از معروفترین شهرهای برزیل. اینجا ریو دو ژانیرو، یکی از معروفترین شهر برزیله. با من تا انتهای ویدیو همراه باشید تا حقایقی درباره ریو ژانیرو آشنا شوید. ریو ژانیرو یکی از معروفترین شهر برزیله که کنار ساحل اقیانوس اطلسه. این شهر که از شمال با ایالت‌های اسپریتو سانتا و میناژرایس و از جنوب با سائوپائولو و از شرق با اقیانوس هم مرزه. ریو که دومین شهر بزرگ برزیله و جمعیت آن حدود 6,700,000 نفره. توی ریو جشن و شادی فقط به کارناوال محدود نمیشه. مردم این شهر در هر فرصتی توی خیابان مهمونی میگیرن. به این سبک از جشن بولوکو میگن که گاهی فقط با یه اسپیکر و چند نفر شروع میشه و به هزاران نفر میرسه. مهمونی خیابانی ممکنه برای تولد، اعتراض، پیروزی، تیم فوتبال یا حتی بدون هیچ دلیلی برگزار بشه. از طرفی مردم ریو عاشق رقصیدن، آواز، نوشیدنی توی فضای باز هستن. در واقع برای مردم ریو خیابان یعنی صحنه زندگی. یه نکته جالب درباره ریو اینکه حتی مدیر شرکت هم ممکنه با پیراهن آستین کوتاه و دمپایی به محل کار بره. البته اینو بگم که همیشه اوضاع اینطور نیست، چرا که خیلی از برزیلی ها دقیقاً میدونن کجا چه لباسی رو بپوشن. اما یه بخش کوچکی از مردم اینجا اصولاً چیزی رو سخت نمیگیرن، چون آب و هوای ریو هم گرمه و هم فرهنگ ریلکس باعث شده لباس رسمی بیشتر توی مشاغل بی‌معنی باشه. البته نداشتن ظاهر غیر رسمی به معنی بی احترامی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ خودمونی و عادی شهر ریوست، اما همه جا هم اینجور نیست. مردم ریو دو ژانیرو به طرز عجیبی به بدن و تناسب اندامشون اهمیت میدن. توی ریو بدن ایدئال نه فقط یه هدف شخصیه، بلکه بخشی از فرهنگ عمومی است. ساحل‌هایی مثل کوپاکابانا، ایپانما پر از آدم‌هایی که ساعت‌ها ورزش می‌کنن تا برنزه بشن. مردم ریو حتی توی فروشگاه یا بانک هم با شلوارک رکابی یا مایو میتونید ببینید. حتی باشگاه‌های روباز در کنار ساحل به راحتی از پاساژها هم شلوغ‌تره. برای مردم ریو داشتن بدنی سالم و جذاب مثل داشتن پاسپورت برای زندگی بهتره. مردم ریو حمام آفتاب را در هر جا و در هر شرایطی توی هر فرصتی زیر آفتاب قرار میگیره، حتی وسط روزهای کاری. برای خیلی ها برنزه بودن نشانه سلامتی و جذابیت و این باور فرهنگ به شدت در سبک زندگی مردم دیده میشه. یه وقتایی حتی موقع استراحت نهار هم یه سر به ساحل میزنن تا 10 دقیقه آفتاب بگیرن. توی ریو بدن برنزه مثل یک کت شلوار شیک و رسمیه. مردم ریو با شنهای ساحل هم صمیمی هستن. ساحل برای مردم ریو چیزی فراتر از تفریحگاهه. اونجا محل معاشرت، ورزش، خرید، قرار عاشقانه یا حتی بیزینسه. یه نکته جالب درباره ریو، بیشتر اوقات روزهای ظهر یکشنبه زمان مقدس فیجوداست. فیجودا یه غذای سنتی برزیلیه که با لوبیا سیاه و گوشت‌های مختلف و برنج تهیه میشه. خوردن فیجودا این غذا توی ظهر یکشنبه یه رسم هفته‌ای تبدیل شده. خانواده ها دور هم جمع میشن، غذا میخورن، موزیک گوش میدن یا استراحت میکنن. برای مردم ریو فیجودا فقط یه وعده غذایی نیست، بلکه یه بهانه دور همیه. فوتبال توی ریو مثل دین دومه. اینجا فوتبال یه ورزش نیست، بلکه بخشی از خون مردم هم حساب میشه. بچه‌ها از 3 سالگی توی کوچه حتی با نارگیل هم فوتبال بازی میکنن. مردم ریو تعصب خیلی خاصی مخصوصا توی تیم‌های فلامینگو و فلومینزه دارن که رقابت تاریخی با هم دارن. روزهای بازی شهر تعطیل میشه و مردم توی کافه ها یا حتی جلوی تلویزیون مغازه ها فوتبال رو دنبال میکنن. اینجا عشق به فوتبال کاملا متفاوت و موج میزنه. توی ریو یه نوشیدنی به اسم کاپریناست که نماد معاشرت و نوشیدنی ملیه. توی ریو کاپرینا نه فقط یه تفریحه، بلکه بخشی از فرهنگ و معاشرت مردم هم محسوب میشه. این نوشیدنی از عرق نیشکر و لیمو و شکر درست میشه.
تقریبا توی هر جشن و مهمونی حتی کنار ساحل هم استفاده میشه و حضور داره. مردم اعتقاد دارن که این نوشیدنی نه تنها خستگی رو از بین میبره بلکه روح آدم رو هم شاد میکنه. این شهر گردشگری در کنار کوههای انبوه از جنگل و سواحل خلیج اقیانوس اطلس قرار گرفته. همچنین شهر ریو میزبان بازی‌های المپیک تابستانی 2016 بوده. ریو دارای تابستان‌های گرم و مرطوب و زمستان‌های گرم و آفتابی است. تندیس مسیح در 710 متری بالای کوه کورکووادو که بزرگترین مجسمه دنیا بعد از مجسمه‌های بودا و آزادی قرار داره. این مجسمه که 39 متر ارتفاع داره که شمایل عیسی مسیح رو با آغوش باز به تصویر کشیده. کارناوال یکی از معروفترین جشن‌های جهانه که در ریو ژانیرو برگزار میشه. این جشن‌ها اندکی پس از سال نو آغاز میشه و صدها هزار تماشاگر رو به رژه‌های خیابانی، مهمانی، سامبا، نمایش‌های خود جذب میکنه. سایر شهرهای برزیل کارناوال رو جشن میگیرن که ریو مجلل‌ترین آنها رو برگزار میکنه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای بعد کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع شوید. لایک ویدیو فراموش نکنید.